آخر یک آکس برون نمیبیند. رفیق کمیسار، از تلفن آقای شرف موجی دریافت نکردیم، اما در کامراها افتیده است. در راه جنگلزاری پیدا شده است. او را یک ماشین تعقیب کرده است. خیر، رقم ماشین را دیده توانستید؟ بله رفیق کمیسار، بچه ها تفتیش دارند. پسرم، شما جنگلزار گفتید شرف در نصف شب آنجا چیکار میکند؟ یعنی شاید پینور از پسش رفته است. من از کجا میدونم؟ آخر ما همش رو به آقای عزیز گفتیم که بهترش ما به خونه رویم. خودتون هم دیده ایستادید که خانم نباهت خسته شدند. من به هیچ کجا نمیروم. آخر پینور از پسش بوده است. دخترم، تو برای شوهرت خواطر نمیشوی؟ البته خواطر میشوم. آخر باز ما سر پلیسا رو گرنگ نکنیم. میگویم ماشین آقای شرف را بیارید، باید آن را از نظر گذرانیم. خوب شده است. مادر، من به شما حیرانم. حالا همراهی او را انتظارید. از نزد تیرزه دور نمیشوید. پسرم، آخر پلیس هم او را میکوبد. معلوم است که باید چه واقعی شده است. شاید که به او زنگ زنیم. من خیلی خواطرم پسرم. مادر، او برای شما خواطر شد مگر؟ وقتی که بیمار بودید او رفته با افسون خانه دار شد. مادر، التماس دیگر برای او خود را ضیق نکنید. نمیارزد، باور کنید نمیارزد. او سزاواری شما نیست. مانید، هر چی سزایش باشد بیند. پیدا شد. کی برگشته است؟ آن ماشین هم از پسش بود است؟ فهمیدم. رقم ماشین را یافتید؟ چنانه که تخمین کردم دزدی است. مایلش. ماشین آقای شرف را بیارن با من خبر دهید. رفیق کمیسار، کمی پیشتر از تلفن آقای شرف موج رسید، اما خیلی ضعیف است. از کدام منطقه؟ از منطقه آلوچزار. دیروز به همان سمت رفته بود. یعنی حالا هم در همان جاست. ماشین را در از خانه شخصی دیگری گذاشته است. آقای شرف حالا هم در آلوچزار است.
زود گروه را آماده کنید. خوب شده است کمیسر. مادام موج پیدا شد معلوم است که او زنده است. خدا را شکر. این را حالا نمیدانیم خانم نباهد. خیر میلش، شما اکنون به خانه روید، ما هم میبراییم. ما هم از پسشون میرویم. خیز. آخر ما چرا با آنجا رویم؟ مونت پلیس ها روند. تو چیزی رو میدونی از برای خدا؟ خیلی براحتی. گوش کن، اگر یکون چیز رو دونی و نگویی. شما همیشه یک چیز رو میگوید، من از کجا میدونم؟ آخر با کار پلیس خلل نرسونیم گفتم. کنی خیز. پسرم از پس پلیس ها رفت. عیناً همینطور دوام ده. با دقت باش پسرم. آقای پلیس، لبای او همسری من پدری فرزندانم می شود. خیلی خواطر شدم. از او یگان خبر هست؟ نمیدونم خانم، ما تنها برای بردن ماشین آمده. فهمیدم. خدایا پسرم رو در پناهت نگه دار. هیچ به حالم نگذاشته دای. شرف زنده، پلیس در راه است. بلا زند. التماس، یگان کس به دادم رسد. یگان کس به دادم رسد. خدایا کمکم کن. کمکم کن. کمکم کن. من رقم تلفن شرف را از کجا یابم؟ در اینجا باید باشد. باید باشد. الو یاسی. الو شرف، این منم فریده. صدایت نمی آید فریده. الو شرف. شرف فریده. فریده
در چاه بچه ها افتادم. فریده شرف الو خاموش شد. من کمیسر عزیز او به من کمک میکند. رقم تلفنش کجا شده باشد؟ لبای خانم فریده. کمیسر عزیز من به شما یک خبر دارم. من هم به شما زنگ زدم میخواستم. از تلفن آقای شرف موج پیدا کردیم. میدونم کمی پیشتر با او صحبت کردم. صحبت کردید؟ خیر او چی گفت؟ تلفنش زود خاموش شد. زیاد گپ نزدیم. به فکرم موجش کم است. کمک خواست. گفت که در درون کدام یک چاه بوده است. به گروهی از صفا آماده خبر ده تمام چاه‌های آلوچزار را ببینند. میلش خانم فریده خاطر نشوید. ما زود آقای شرف را پیدا میکنیم. میلش. یاسین پسرم خیز پدر در حالت ناگوار است. با ما چی مادر؟ دیگر کس نیفت که به شما زنگ زد؟ او زنگ نزده است. من خودم زنگ زدم. من به شما نگفته بودم که دیگر به او زنگ نزنید. پسرم احوالش خیلی وزنین است. صداش خیلی پست می آمد. مانید مرده رود. میلش پسرم من خودم می روم. مادر یک قدم هم نگذارید. اگر روید مادری من نیستید. اگر فرزندی من باشی باید با من روی. او پدرت می شود. او از ما کمک خواست. من بی‌پروا بودن نمی توانم. مادر چرا این کار رو میکنید؟ مادر جان استید من هم میروم. آقای کمال آمدم تا از احوال یاسین خبر گیرم. خواطرش هم که چیکار کردید؟ تشکر. آن مسئله رو حل کردیم. ما خوبیم اما شرف در حالتی بد است. خوب شد. با شما چی؟ من سزایش رو بیند. من هم گفتم اکی کمال لیکن گوش نمی کنند. آقای کمال پلیس به طرفی آلوچزار می رود. من هم می روم. شرف اونجاست. میلش شنید ما یک جای می رویم. کمیسر عزیز شما راست میگفتید. پنار زنده بوده است. من او رو یافته پروندم. بعد بر رویش نگاه کردم مثل افسون بود. بعد درونم را حسی پشیمانی فرا گرفت. او را افسون گمان کردم اما او نبود. بعد به اینجا آوردم. در چاه پرتافتم. گویا از او تا ابد رهایی می یافته باشم. اما با این احوالم دیگر من در این جایم. او نیست. بچه های کنده هم افتادم.
مادر از همه بیشتر از این میترسیدید. اما این شام شد. مرا هم از دست میدهید. برای شما رو تنها گذاشتنم خیلی غمگینم. افسون من نمیخواستم چنین شود. با تو دردهای زیادی آوردم. مرا فراموش کن. همه چیزهای بد را فراموش کن التماس. حیات نوی را آغاز کن. تو سزاواری خوشبختی، من سزاوار مرگم. یاسین از این کار تو خرسند میشه، اما حق داری پسرم. قهرم سری خودم رو خورد، زیرا هر وقت با تو نگاه میکردم کمبودی های خود را میدیدم. مرا ببخش پسرم، ببخش. از تو تنها یک خواهش دارم، مادرت رسوایی میکن. امینه را هم، چون که او خیلی خوب است. تو هم خورد هستی پسرم، اما اکنون باید بزرگ شوی. همینطور نه؟ مادرت را تنها نگذار. زیرا من او را دائم تنها میگذاشتم. با او کمک کن. فریده، میدونی روزی که تو مرا با افسون دیدی، من چی را احساس کردم، حس کردم؟ آیا میدانی؟ یاری دهد، من در اینجایم. من در اینجایم. میشنوید؟ یاری دهد، من در درون چاه. مرا میشنوید؟ یگان کس هست میشنوید؟ شو دارم شو، تو را از اینجا میبرارم، زیغ نشو. من آن رو چطور از اینجا برارم؟ بند رو میپرتایم تو. پایم زخمی است. کمه با این طرف، با این طرف. آخر دیگر دراز کرده نمیشود. نوگش رو دو. شو داشتم. زود باش، زود باش. اینجا فرو می رود اینجا. زود باش.
فوق‌العاده یک مرد بچه هفتیده از من کمک خواست. وقتی برآوردن به بالا سنگ خاک زیاد رفتید. او میمونه زودتر بیایید. مایلش سراغ را میدیم. در سر راه آلوچه‌زار شما را منتظر میشوم. فهمیدم. تلفن را خاموش نمیکنم. صدایم را میشنوی؟ و نجات دهنده ها خبر دادم. حاضر میآیم. این طور نمی شود. در اینجا مردنش ممکن. بیا. ایستا. یک مرد بچه هفتیده است. در بالا سنگ خاکی زیاد ریخت. نجات دهنده ها را خبر دادم. در راهند. بیا با او کمک کنیم برادر. خواهش میکنم. من وقت ندارم. من به پلیس خبر میدهم. آنها آمده میبینند. وقتمون کم است. او میمورد. تو به کجا؟ مگر انصاف نداری؟ بیا ترزن. تو از آنها بهتری. رفیق کمیسر، موافق موج گرفته‌مون او در همین منطقه است. در این جایها 4 چاه است. یکی از آنها دیر باز استفاده نمی شود. یک تای دیگرش را بچه‌ها دیدن اما آن خالی است. یعنی تنها این 2 چاه مانده است همینطور؟ بله رفیق کمیسر. او رو یابه. پسرم رو یابه. بچه‌ها شما چاهی در بالا بوده را ببینید. ارهان تو با من بیا. ما رفته چاه دوم را میبینیم. خوب شده است. سردارم آن چاه را یافتیم. کمی پیشتر شخص گروه نجات دهنده ها را جغ زده است. کو بچه‌ها رفتیم. زودتر رفتیم. رفتیم زودتر از پسشون میرویم. مایلش شما روید. من حاضر میآیم. یک دقیقه انتظار شد. چی شد؟ حل کردی؟ چاه رو یافتم. چاه فرو رفت. در نزد چاه یک مرد بود. کاری کرده نتوانستم. او به همه خبر داده است. تنها شرف را نه افزون را هم مییابد. خیر چی کار میکنه؟ چی کار میکنیم؟ البته میگریزیم. یعنی چی طور؟ من آن طرفش را نمیدونم. از من آگاه کردن. رفتیم دخترم. اونها رفتن. زود از پسشون رفتیم. در این جنگلزار پدرم رو چه می‌یابیم؟ خوبش به کمیسر عزیز زنگ زنیم. مادامی که آنها در این جایند. بیایید از اونها میپرسیم. سلام، خسته نباشید. برادران، در این جایها چاهی بوده است که یک مرد در آن افتیده است. خدا نمیدانم. این همون چاهی زمین ابراهیم نباشد. چند روز پیش از اونجا یک زن رو برآورده بودم. برادر، نزد آن چاه چطور رفتن ممکن؟ اول راست رفت، بعد به طرف راست کرد. یک دو راه میبرد. انا در همانجا. میلش، تشکر برادر.
شما با ما زنگ زدید؟ بله من زنگ زدم. دیدم برابر زنگ زدید؟ بله دیدم برابر. دیده در اونجا چند نفر بود؟ صدای یک مرد می اومد. رفیق خان در زیر خاک خالیگی میبینم. 30 دقیقه گذشته از حال هم شانس داریم. مقصود فاطمه شما به خاطر اطراف رو ببینید. در اطراف چاه یگان خطر رو نبینم. آرهن زود جهاد رو بیار. سر میکنیم رفیق خان زودتر باشه. در نزد دیوار چاه حرکتی هست. صداش رو شنیده میتوانیم صدا رو هم سنجید. شرف چی گپ است؟ چیکار میکنیم؟ شرف پسرم در کجاست؟ چیکار میکنید؟ آرام شوید خانم. او زنده است؟ حالا چیزی معلوم نیست. صدا هست؟ آرهن صداش رو میشنوی؟ من کارمندی نجادی هم صدایم رو میشنوید. ببخشید یگم جواب گرفتید؟ یعنی او زنده است؟ حالا چیزی نگفته است اما نفس میکشد. او خودش رفتیده است. نمیدونم خانم. او چی خیلی با اونجا افتیده است؟ او زنده است آخر؟ برادرانمان کوفته ایستادن خانم. بچه ها همه آرام شوید. باید صداش رو شنویم. التماس برادران خاموش استید. یک بار دیگر تکرار کن. من کارمندی نجادی صدایم رو میشنوید؟ آرهن نگاه کن یگان حرکتی هست. او زنده است. پسری من زنده است. بر قصد شما زنده است. دستانتون شکند. دستان تو انا کاری کردت را دیدی. با تو معقول شده. یاسین هیچ کاری نکرده است. شرف خودش ما رو جیغ زد. دمت را گیر. شرف چرا تو را جیغ میزده است وقتی همسرش در همین جاست؟ من کارمندی نجادی صدایم رو میشنوید؟ اینها در کجایند؟ الو سلام. چی شد؟ فکرت رو عوض کردی؟ بر اومدن نمیتوانم گفتم اما با فکر میتوانم. شب نشینی در کجا بود؟ تو زحمت نکش. من خودم تو رو از نزدیک خونت میگیرم. نه من خودم میایم. تو جویش را گوی؟ مایلش من بعد از 1 ساعت میبرویم. باز در رو به تو زنگ میزنم. مایلش اما دیر نکن. انتظارم. ابله دائم با تلفن گپ میزنی و عمل نمیکنی. از صبح باز با تلفن میلقی. ویغ چرا دختری گفتت را نآوردی؟ این دفعه دیگرش است اکا. این مثل دیگر دخترها نیست. چی شد؟ عاشق شدی سعید؟ نه اکا. حسابی خورده داشتم. با کمک او برابر میکنم. میدونید این دختر خواهر کیست؟ کیست؟ خواهر یاسین. چی؟ خواهر کی؟ خواهر یاسین است. وای 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 وای، تو هم خیلی مکار بوده ای و ما بیخبر. به من گوش کن، این دختر را خوب نظارت کن، از دست نده، شاید به ما لازم شود. خاطر نشوید اکا، همه زیر نظارت.
آفرین آفرین. آرهنگ صدا هست، صدا رو بسنج. من کارمندی نجادی، صدایم رو میشنوید؟ هوا بر وقت تاریک میشود. شما همسرش هستید؟ بله. بعضا به صدای اهل عائله‌شون عکس العملشون میگن. شما به این طرف گذارید. به این طرف لطفا. شرف شرف ما رو میشنوی؟ نیست کن با من هم جواب نمیدهد. اگر خواهید بس کنید. پدر من رو میشنوید؟ منم یاسین. مادرم هم در همین جوه. پدر پسرم صدایش برآمد. او زنده است. صد شکر خدایا. رفیقان صدایش را شنیدیم. اسباب‌ها را آماده کنید. زود باشید. خدایا صد شکر. آقای کمال شما اینجا را چطور یافتید؟ از مردمی ده. آنها گفتند که چند روز پیش از این شاه یک زن را برآوردند. از شاه زن را برآوردند؟ با ما همین خیلی گفتند. مرکز ما رو میشنوید؟ بله مرکز میشنود. مرده رو از شاه برآوردیم. مردی میان سال پای زخمی وزنین برداشته است. آماده باشید حاضر او را میبریم. خوب شده است آماده میشوید. شرفم آرام شوید خانم. مال کارمون رو اجرا کنیم. بچه ها آماده باشید او را میبرداریم. شرف یک دو سه برداشتم. من هم میروم. خانم التماس با کار مخاون نرفتید. رفیق خمسر این رو یافته. خانم هستم. این تلفن آقای شرف است؟ بله. احمد تمام بیمارخانه ها را تفتیش کنید. همان زنی از شاه برآورده را حتما پیدا نمایید. فهمم. معلوم می شود که در اینجا بودن آقای شرف تصادفی نیست. شرف با اون زن چه علاقه داشته میتواند؟ اینش را با ما آن همین تلفن میگوید. کو زنگ های آخرینش را ببینیم. در اینجا نوار ویدیویی هم هست. کمیسر عزیز شما راست میگفتید. پینار زنده بوده است. من او را یافتم.
به من گوش کنید. برای چنین تشکیلی ها من مبلغ زیاد صرف میکنم. مشتری ها بسیارند. برای جراحی همه کارها آماده شدند. اما در دستمان یگان عضو نداریم. باید بعد از این شب نشینی به من 3-4 نفر رو بیاره. سعید، تو برای همه‌اش جوابگری. خوب شد است اکا. خواطر نشد. گوش کن. باز مشغول کیف و صفا شده کارها را فراموش نکنی. نه که قهرمان. خیر مایل شکنون روی. لابای نه حالا نبر اومده. نه حالا تو شب نشینی وقت است. مایلش انتظار میشم. خواهر یاسین زنگ میزند. او را هم به شب نشینی میبری؟ البته اکا. بگذار چشمانی وای هم خشوده شود. تو چه خیلی انسانی هیچ نمیفهمم. ای بیناموز، تو دیگر دختر نیافتی که خواهر یاسین را میبری. این عشق است اکا. سفسطه نگوی. مگر تو دل داری؟ مگر من نیت تو رو نمیدانم؟ اینطور نگوید اکا. مگر من حق ندارم بعد از کار استراحت کنم؟ چرا اینطور میگویید؟ کنی گم شو. مرا فریب نمیدهی. مایلش رفتم. از او چشمتان را نکنید. فهمیدی؟ او چی گفت؟ پینار زنده هست گفت. خانم فریده آرام شوید. ما این مسئله را میبینیم. ارهان. نه، شما پینار را نمیدونید. شما از حیله‌های او بخبرید. شرف او را یافتم گفت. باید حتما این نوار رو تماشا کنید. خانم فریده آرام شوید. ما همش را میدانیم. شما خودتان را به دست گیرید. همش را حل میکنیم. مادر، پینار زنده است و این را هممون میدونیم. کمیسر عزیز هم از پسی اوست. میدونید؟ پینار زنده است؟ یعنی در بینمان است؟ بله در بینمان است. آقای شرف هم از پسی او بود. فریده بیا خوبش ما ردیم. یک دقیقه شما به هیچ کجا نمیروید. با خدا اگر به بیمارخانه روید روزتان رو سیاه میکنم. بیا رفتیم. مایلش میرویم. ممکن است من تلفن رو گیرم؟ یک دقیقه خانم است. برای چی؟ آخه تلفن شوهرم است. برای تحقیقات گذراندن باید آن را به شعبه برید. شما رو با چی گناهکار میکنید؟ شوهر من نه دوست است نه قاتل. شما با چی تکیه کرده به چیزهای شخصی آدمون دست درازی میکنید؟ به انا این تکیه کرده. راسته میرم. او تحقیقات گفت چی گفت؟ من هیچ چیز رو نفهمیدم. شما به این هم هیچ چیز رو نمیفهمید. مادر جان بیاید رفتیم. دیدید پدرم هم خوب است. صحت میشود خوب میشود. هیچ چیز نمیگذرد پدرم. هیچ چیز نگذشته. همش مثل پیشتر شد. مثل 6 سال پیش. حالا هم زنده است و ما باز نزدیکانمون را از دست میدهیم. ای خدا پسرم، آخر برای چی بچه ها در آمدی؟ در نیمی شب چی میگفتی؟ برای چی پسرم؟ برای چی خودت را به بلا گرفتار کردی؟ آخر در طرف راست نگاه دار. چرا ایستاده؟ شما میفرمایید خانم نباهت. چی خیل؟ برای چی میفرامدم؟ کمی زود باش، وقتی با تو مشغول شدن ندارم. آخر به بیمارخانه نمیروید؟ شرف را با من چی؟ وقتی بچه ها در آمدنش از من پرسیده بودن، دیگر با شما مشغول شدن نمیخواهم.
همین که به خانه رفتم من همش را فاش میکنم. تو بس فکرمان دیسک رو فراموش کردی است؟ بهتر است فکر دیسک رو نکرده فکر پسرت رو کن. پلیس تلفن شرف رو گرفت، اکنون او رو حبس میکنند. حبس. خودت تخمین کن چی گپ شد. زن در درون چاه نیست. چطور؟ مردم دهه چند روز پیش یک زنی رو از درون چاه برآوردند. کمیسر عزیز باشد بیمارخانه ها رو میکوبد. مان گفتن گیرم تا یافتنشان ما کیها از اینجا غیب میده. شرف از دست خود رو در تلفن به نوار گرفتند. این کار از حد گذشت، دیگر علاج نیست. جین سند من زود از پی چیپته میشم. نه این کار با چیپته حل نمیشود، با ماشین میروید. چرا؟ چون که خریدین رو هم با خود میگیرم. من پسرم رو در اینجا گذاشته رفتن نمیتوانم. پینار تو در حقیقت دیوانه شده ای. این کودک به ما خلال میرساند. بازش وقتی کودک بازی نیست. تو به فکرم تا چه اندازه خطرناک بودن این کار رو نمیدانی. با من گوش کن. من هر چی گفتم همان میشود. این طور باشد خودت میدانی. من به تو کار ندارم. من نصف شب میبرایم. آمدی نه آمدی کار خودت. من جانی خودم رو در خطر گذاشتن نمیخوام. میفهمی؟ مایلش میآیم. پسرم رو گرفتم میآیم. مرا انتظار شو. اگر در همین نزدیکی ها یگان مرکز سودا رو دیدی من کن. ابله حیاتی خودش را سوزان بس نبود که باز حیاتی مرا می سوزاند. کمیسر عزیز شما راست میگفتید. پینار زنده بوده است. این چی شده؟ این را برده به عکیف ده. در اول خاطرش را نسخه برداری کند، بعدا این ویدیو را به ترتیب درآورد. میخواهم هر کلمه او را شنوم. لبی تمام بیمارخانه ها را از نظر گذراندید. خدایا خداوند. بله شما کارتکاب را دوام دهید. برمیگردیم. به دیه میرویم. به دیه برمیگردیم؟ همان زنی از شاه برآورده در یگان بیمارخانه قید نشده است. به دیه چرا میرویم؟ از مردم دیه میپرسیم. مقدامی آنها برآورده باشند در کجا بودنش را هم میدانند. فهمیدم رفیق کمیسر. این رو بینم مرا سر راه فرآورد. نخواد همین طور کنه. اوه بیسو در این جای ها باز گرگ نباشد. آخر نیست شب یگان آدم نیست. گرگ
مرا نجاده پسرم. کمیسر مرا نجاده التجا میکنم. شما در اینجا چیکار میکنید؟ آن زنی بیوی جان مرا در سر و پرتافته رفت. به بیمارخانه رفتن میخواستم. به نزد شرفم رفتن میخواستم. مرا در سری راه فرا برد. مرا به بیمارخانه نمیبرد. به نزد پسرم شرفم. البته میبرم، اما در ده کمی کار دارم. اول آن را حل. مایلش رفتی. مایلش پسرم. خانم زیبا، شما رو برم. امینه ای خدا، این دختر کجا شد؟ حالا هم از مکتب نآمده است. خیلی مکتب مادر، آخر کیها شب شده است. این دختر خیلی از حد گذشته است. پسرم آخر او با اتوبوس می آید. شاید اتوبوس دیر آمده است. زود فکری بد نکن. پسرم تو رفته خرید کرده بیار، من یگون چیز میپزم. چی بیارم؟ کارتوشکا بیار. مادر تخم هم بیارم؟ بریام میکنی؟ مایلش پومیدور هم بگیر، خورش آماده میکنم. مایلش مادر من اینقدر پول ندارم. گوی که مادرم باید پولش را میآورد. من این خیلی گفته نمیتونم مادر. خیر این خیلی باشد فقط تخم خریده بیا. مایلش یک دقیقه. در اول با ما خورش بیارید. برای خانوم باشد خورش مخصوص آماده کنید. خوراک را باشد بعد سفارش میدهیم. اصلا حاضر وقتی عیادت نیست و راست میگوید و آخر در راه ماشینمون ویران شد. شب شد. نخواستم با اینها به خانه امون بروم. خیر هیچ گل نخونم. اما دفعه آینده تنها در وقت معین شده بیایید. خوب شده است. مرحمت. با من هم بیاد خلا جان. کنی به این طرف گذار. تو چرا نشسته ای؟ چیز رو خفا کرد؟ مرا سرده. با اینجا بیا با تو گپ دارم. سرده میگویم. خدایا توبه چی گپ شد؟ به فکرم این کودک در هیجان است. کنی این رو گیر. انا این است رو هم گیر جانکم. گوش کن. یک پسره که با نام خریدیم بود. وای در کجا است؟ تو میدانی؟ او رو گریخته بردن. با کجا؟ وای یک چیز پرسم. دفعه گذشته پسرک رو دیده بودم. با فکرم نامش خریدین بود. من برای او هدیه مخصوصی آورده بودم. خریدین؟ هفته گذشته رو یک اویله به فرزندی قبول کرد. اویله قبول کرد؟ بله. مالش تشکر. من میروم.
زن را چطور یافتید؟ بچه ها صدایش رو شنیدم، آمده با من خبر دادن. او را شما از شاه برآوردید؟ بله، من همراه یک همسایم. وقتی برآوردن احوالش چگونه بود؟ به هوش آمده بود؟ نه سردار، او یک عذاب نفس میکشید. چهرهش را در خاطر دارید؟ یگان چیز گفته میتوانید؟ وقتی او را برآوردیم الکی هوا تاریک شده بود، رویش را دیده نتوانستیم. این هم سر و رش پر از رای بود. زود یاری تجیلی را جز دادیم. با کدام بیمارخانه بردند؟ یاری تجیلی جای ما را زود یافته نتوانست. زن نمورد گفته یک ماشین راه را منع کردیم. از او خواهش کردیم که به بیمارخانه برد. چرا شما با او نرفتید؟ از کجا دانم سردار؟ راننده گفت که من خودم حل میکنم. ما هم خاطر جمع شدیم. رفیق کمیسر، این زن با شرف چی علاقه دارد؟ من نفهمیدم. انشاءالله علاقه ندارد خانم نواخت. انشاءالله ندارد. پسرم کنی باز یک بار زنگ زن. چند بار زنگ زدم مادر، تلفنش خاموش است. شاید بعدی درس به نزد آسیه رفته است. امینه با آسیه دوگانگی میکند. او با دوگانه‌های بایش عادت کرده است. حالا کی میداند که با کی سیرو گشت دارد؟ هیچ گپ نه، زنگ زن. مادر زنگ زن. فریده نام پینا رو شنیده چنان ترسی که گفتم باز بیمار می شود. الو آسیه شام بخیر، من یاسین. سلام یاسین. امینه به خانه نامده است. ما خاطر شدیم. مبادا او در خانه شما نیست؟ نه. فهمم. معلش تشکر. بخشی شما رو ناراحت کردم. شبی خوش. به اکه کمال سلام رسان. بخیر از دخترم چی میبید؟ اکنون باز امینه قید زده است. ای خدا. خب این دخترم شاید امینه باشد. سلام، من شاهانه همسایه نوتم. همسایه نومود خوش آمده. تشکر جانم، اما در این شب اول برق خاموش شده است. با فکرم در این جایها حیوانهای وحشی میگردن، میترسم. چطور به شما کمک کنم؟ آخر جانم، در این نزدیکی ها یکان استای برق نیست؟ آخر من زنی تنهایم، در این تاریکی میترسم. در این جایها هیچ کس رو نمیدانم، کسی رو نمیشناسم. شاید از پیشم گرگ بروید یا شغل یا شیر و پلنگ. من میترسم. استای برق رو نمیدانم، اگر خودت پدرم رفته میبینم. آخر جانکم خودت میدونی در این جایها آدمان برای غیبت کردن بهانه میکنند. یعنی
مادرک ناراحت نشود. مادرم چند سال پیش وفات کردن. من و پدرم تنهاییم. هیچ کس ناراحت نمیشود افا جان. ای خدایا همین طور این خیل باشد. من انتظار میشم زود پدرت را سیری. بخیر است دخترم. با که این قدر پد داشتی؟ با همسایه‌ای نوامون برق نداشته است. از شما کمک پرسیدم. کاری سبب است. زود خود این اسباب هایم را بیار. پدر جان با دقت باشید باز برق نزند. هیچ چیز نمیشود. باری اول نیکو دخترم. از من گفتن.